رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادر سوال کرده است که آیا زیارت قبرستان در روزهای عید جایز هست؟ یعنی خاصتا روزهای عید. اولا زیارت قبرستان این سنت هست، اما روزهای عید نه، بلکه روزهای عید معنی است، یعنی خاص کردن روزهای عید معنی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث صحیح که زور القبور، قبرها را زیارت بکنید، فانها تذکرکم الاخره، به درستی که زیارت کردن قبرستان آخرت را به یاد شما میارد. هر وقتی که مسلمان قبرستان میرود حال مرده ها را میبیند، یعنی آخرت، مردن و آخرت به یادش میزند. و از مادر عایشه حدیث ثابت است که فرمودند رسول الله هر وقت قبرستان میرفت همین دعا را میگفت: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و ان ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. و در دیگر روایت که یرحم الله مستقدمین منا و مستأخرین. اما خاص کردن روز عید این ثابت نیست از پیامبر، از صحابه، از سلف اومد که روز عید جمع شوند، دست جمعی سر قبرها برند. این ثابت نیست. و همچنان عالم های سعودی رو، یعنی مفتی سعودی رو سوال کردن که آیا جایز هست روزهای عید زیارت قبرستان رفتن؟ چی گفتن در جواب؟ تخصیص زیارت القبور باعیاد بدعتون، یعنی خاص کردن زیارت قبرستان در روزهای عید بدعت است، فرقی ندارد. میگه سواء کان ذلك من الرجال او النساء، فرقی ندارد یا زنها یا مردها یا زنها باشند. اما حدیث های صحیح همین است که زن قبرستان نمیرود. قول راجح است که برای زن قبرستان زیارت رفتن معنی است، اما مردها هم باشد روز عید معنی است. برای چی گفتیم؟ برای اینکه نه ای پیامبر، نه ای سلف، نه ای صحابه، نه ای سلف ثابت نیست که خاص کرده باشن روز عید فقط زیارت رفتن، بلکه چگونه که ما بیان کردیم که مستحب همین است که روزهای عید انسان ها خانه های خشتبارشون بروند، خانه های پدر مادرشون، خانه های برادرشون، خانه اپا و خواهر و عموشون بروند، یک قدشان بشینن صحبت کنن. یعنی این است با سنت، یعنی سنت همین است که انسان ها روز عید پیش یکدیگر بروند. اما خاص کردن جمع شدن سر قبرستان رفتن این ثابت نیست، بلکه این بدعت است، این خلاف گفته رسول الله است. والله اعلم.